تو همون بودم که صدای خالم می اومد. در رو باز کردم. حالش بد بود و بالا می آورد. بردمش زیر دوش که دیدم به اونجام نگاه میکنه و سلام دوستان و همراهان عزیز. من مستر داستان هستم. امروز میخوام داستان امیرعلی رو از زبون خودش براتون روایت کنم. در ضمن اسمها به علت حفظ حریم شخصی کاملا ساختگی هستن. راستی کانال ما رو سابسکرایب کنید تا داستانهای خفن و فوق‌العاده ما رو از دست ندید. سلام، من امیرعلی هستم. 28 سالمه. پدر و مادرم به علت خیانت از همدیگه طلاق گرفتن. پدرم مرد اهل حال و مسافرتیه و دائم با دوستاش مسافرته. مادرم هم یه خانم اهل اشغاله. سالن آرایشگاه داره. من با مادرم زندگی میکنم و پدرم رو خیلی کم میبینم چون همه‌اش در حال مسافرته. ما خانواده ثروتمندی هستیم. پدر و مادرم هر دو از خانواده‌های ثروتمندی هستن و کلی ارث و میراث بهشون رسیده. پدرم هم اهل کار کردن نیست و زندگیش رو با اجاره مغازه‌هایی که ارث بهش رسیده میگذرونه. همونطور که گفتم پدرم رو خیلی کم میبینم چون همش تو مسافرته و هر وقتی هم که میبینمش با دوست دخترش میریم رستوران و تمام. یه دوست دختر به اسم بیتا داشتم که چند سالی با هم بودیم که بعد یه مدت بهش گفتم بیتا من دیگه دیوونه شدم. رد دادم. من واقعاً به یک رابطه جنسی نیاز دارم. ولی اون قبول نکرد. منم باهاش کات کردم. عوضی خیلی ساده قبول کرد و رفت. قول دادم که این کارش رو تلافی کنم. دیگه از یه جایی به بعد داستان رابطه داشتن واقعاً رو مخم بود. من یه خاله دارم به اسم شادی. واقعاً خوشگله. استایل و هیکل و اندام بسیار عالی و زیبایی داره. مجرده و هر بار که میدیدمش با خودم میگفتم آخ امیر چی میشه که من ترتیب اینو بدم؟ آخ اون روز منه ها. خالم با یه پسر رل زده بود به اسم محسن و حدوداً 1 سالی میشد که تو رابطه بودن و همیشه حسرت محسن رو میخوردم. خلاصه سرتونو به درد نیارم. یکی از دوستام یه مهمونی خداحافظی یا همون گودبای پارتی گرفته بود. آخه میخواست بره کانادا و من رو هم دعوت کرده بود. مهمونی از اون مهمونی هایی بود که توش همه چی بود. مشروبات، بزن و برقص و همه چی. حدوداً بعد نیم ساعت از رسیدنم بیتا رو دیدم که اونم اومده بود. خودم رو جمع و جور کردم تا بیتا من رو نبینه. یه دفعه دیدم بیتا رفت سر میزی نشست که چند تا پسر نشسته بودن. بعد دستی یکیشونو گرفت و همدیگر رو بوسیدن. با خودم گفتم الان وقتشه امیر. گوشیمو در آوردم و شروع کردم به فیلم گرفتن. بعد چند دقیقه دست هم رو گرفتن و رفتن تو حیاط. انگار دنبال یه جای خلوت میگشتن. منم جوری که متوجه نشن دنبالشون رفتم و فیلم میگرفتم. توی گوشه حیاط با هم لب میگرفتن و آقا پسره یه جورایی بیتا خانم رو داشت میخوردش و من هم کاملا فیلم برداری کردم. خلاصه مهمونا رفتن و مهمونی تموم شد. هر شب فکر خالم از ذهنم بیرون نمیرفت و دائما براش نقشه طراحی میکردم تا بالاخره هر طوری شده من ترتیب خاله شادی رو بدم. بعد یه عالمه فکر کردن یه نقشه به ذهنم رسید و با خودم گفتم زنگ میزنم به خاله شادی و برای شام دعوتش میکنم و وقتی اومد من هم میذارم رو گریه و ناله کردن که دوست دخترم ولم کرده و فیلم رو بهش نشون میدم. خلاصه گوشی رو برداشتم، زنگ زدم به خالم و برای شام دعوتش کردم. وقتی مادرم فهمید گفت چرا با من هماهنگ نمی‌کنی؟ من امشب تو سالن کلی کار دارم. که بهش گفتم خودم شام درست میکنم که خب اونم قبول کرد. خالم که اومد شام رو خوردیم. بعدش رفتم شیشه مشروب رو از توی یخچال آوردم و شروع کردیم به خوردن. بعد یکم خوردن با خودم گفتم امیر الان وقتشه. گوشیم رو در آوردم و شروع کردم به ناله و زاری و کلیپ رو نشون خالم دادم. اما وقتی خالم کلیپ رو دید از جاش با عصبانیت بلند شد و رفت و هرچی بهش گفتم چی شده به هم چیزی نگفت و از خونه زد بیرون. حالم خراب شد چون نقشه هام همه به باد رفته بودن.
بعد 2-3 ساعت زنگ خونه به صدا در اومد. دیدم خاله شادیه با وضع خراب و چشمهای خیس گریه اومد داخل، که بالاخره متوجه شدم که پسری که با بیتا باهاش لب و لوچه میگیرن محسن دوست پسر خالمه. هم خوشحال بودم هم متعجب، آخه من محسن رو ندیده بودم تا حالا. گفت رفتم پیش دوستاش، رو صورتش تف کردم بی لیاقتو، دیگه نمیخوام ریختشو ببینم. خالم گفت امیر جان اون مشروب رو بیار بخوریم. من از خدام بود و سریع همه چی رو آماده کردم و شروع کردیم به خوردن و تا ته شیشه رو در نیاوردیم ولکن نبودیم. بعد رو مبل دراز کشیدم و خوابم برد. خالم هم تو بغل من خوابش برده بود. بعد 1-2 ساعت با صدای مادرم بیدار شدم که داشت میگفت به به شما دوتا زیاده روی کردین که. بهش گفتم مگه قرار نبود امشب نیاد؟ که بهم گفت اومدم چند تا وسیله بردارم و برم سالن. دروغ میگفت. میدونستم دوست پسر داره و داشت میرفت سر قرار و فکر میکرد من نمیدونم. مامانم بعد چند دقیقه وسایلش رو برداشت و رفت. منم از شدت سردرد بلند شدم رفتم دستشویی و شروع کردم به بالا آوردن و بعدش با خودم گفتم دیگه غلط بکنم زهر ماری بخورم. همیشه هر موقع بالا می آوردم این حرفا رو میزنم ولی بازم تکرار میکنم. لباسام رو در آوردم تا برم دوش بگیرم. چند دقیقه که رد شد دیدم خالم محکم میزنه به در که امیر حالم بده. تا در رو باز کردم بالا آورد. بغلش کردم و بردمش زیر دوش آب. یکم حالش بهتر شد. دیدم اونجام رو نگاه میکنه و میخنده و میگه ماشاءالله بزرگم که هست. اصلا حواسم نبود که لختم. رنگم قرمز شده بود و سریع لباس زیرم رو پوشیدم. خالم گفت خجالت نکش بابا، من به کسی چیزی نمیگم که. خواست بلند شه که بهش گفتم خاله بشین من میشورمت. که بهم گفت پررو نشو دیگه. همینجوری که بلند میشد دوباره سرش گیج رفت و نشست و قبول کرد تا من بشورمش. هر جوری که با خودم کلنجار رفتم نتونستم باهاش کاری بکنم. آخ که چه بدنی داشت، عالی بود. خلاصه اون شب تمام شد و هر موقع خالم من رو میدید میگفت حالا امیرعلی کوچولو چطوره؟ و من هم خجالت میکشیدم و اونم میزد زیر خنده. یه روز که تو خونه نشسته بودم خاله شادی بهم زنگ زد و گفت آماده شو با دوستم میام دنبالت میریم شمال. منم از خدا خواسته و به مامانم زنگ زدم و اجازه گرفتم. وقتی اومدن رفتم صندلی عقب نشستم و سلام کردم. بهم گفت امیرعلی کوچولو چطوره؟ و زد زیر خنده. خالم رو میگم. مدام با دوستش تو مسیر پچ و پچ میکردن و میخندیدن. دوست خالم اسمش نرگس بود. هم سن و سال خالم بود و مثل خالم یه داف خوشگل و تر و تمیز بود. خلاصه رسیدیم شمال و رفتیم ویلا. خیلی بزرگ نبود. پایین زیر زمین یه استخر و سونا و جکوزی داشت. بالا هم خونه و حتی روف گاردن هم داشتن. رفتم وسایل رو آوردم و خالم گفت تا شما وسایل رو آماده میکنید و یه نهار درست میکنید من برم یکم کار دارم انجام بدم و زودی برمیگردم. منم وسایل رو جابجا کردم و یکم تو حیاط ول چرخیدم و رفتم پایین استخر تا یکم شنا کنم. بعد از یه مدتی هم نرگس اومد و گفت ای نامرد قرار نبود تنها تنها اشغال کنی یا؟ که لباساش رو در آورد و پرید تو آب. منم خجالت میکشیدم و سرمو پایین مینداختم و یواشکی نگاش میکردم. لامصب چیز هلویی بود. اندامش، پوستش از سفیدی برق میزد. یه دفعه نرگس گفت یکم هم حواست به شنا کردنت باشه، غرق بشی من نمیتونم نجاتت بدم ها. بعد یکم حرف زدن یخم آب شد و باهاش شوخی میکردم. سرشو زیر آب میکردم و با هم میخندیدیم. بعد یکم شوخی کردن یه دفعه از پشت بغلش کردم که بهم گفت شادی راست میگفت واقعا بزرگه. همونجا خودش دستمو گرفت و منو برد بالا تو اتاق و رفتم تو کارش و ترتیب نرگس خانم رو دادم. خودش همه کاره بود و بلد بود چی کار کنه. من فقط دراز کشیده بودم و بدن سفیدش رو لمس میکردم. خیلی نرم بود. لذتش رو میبردم و سینه های قشنگش رو تو دستان میگرفتم. که بعد هم یه دوش گرفتیم و بعد یه مدتش خالم
با ناهار برگشت و گفت میدونستم شما دوتا اهل ناهار درست کردن نیستین و رو کرد به دوستش و گفت نرگس خانم، خواهرزاده منو که اذیت نکردی. اونم بهش گفت فعلا که خواهرزاده شما منو اذیت کرده، نمیتونم راه برم بابا. که بعدش دوتایی زدن زیر خنده. شب شد که خالم به نرگس گفت من و امیر تو این اتاق میخوابیم، تو برو تو اون یکی اتاق، حوصله خور و پف کردناتو ندارم. که نرگس هم یه نیشخند زد و گفت آره بابا تو که راست میگی، نخود سیاه کیلو. بعدش خالم بهم گفت خاله جان من یه دوش میگیرم تو راحت باش. رفت تو حموم و در رو هم قفل نکرد. با خودم گفتم امیر امشب باید کار رو در بیاری یا. یکم که رد شد خالم منو صدا زد که امیر جان یه لحظه میای خاله جان. در رو باز کردم. گفتم جانم خاله. گفت امیر جان امروز خیلی عرق کردم، میشه پشتم رو لیف بکشی؟ منم خشکم زده بود و گفتم امیر این دلش میخواد، برو که امروز روز توه. شروع کردم پشتشو لیف کشیدن که بهم گفت ماشاءالله واردی ها، حالا که زحمت کشیدی همه بدنمو بشور. منم اطاعت امر کردم و انجام دادم. شستنم جوری بود که هم میمالیدمش و هم میشستمش و اونم لذت میبرد و صدای لذت بردنش بلند شده بود. یه دفعه خالم جوری که خنده خودشو کنترل کنه بهم گفت امیرعلی بزرگه در چه حاله؟ امروز خیلی خسته شده، به نرگس جون حال داده، نمیخواد به خالم یه حال درست و درمون بده؟ منم که صورتم قرمز شده بود از خجالت گفتم اتفاقا امیرعلی بزرگه خیلی وقت انتظار خاله جان رو میکشه. بعد یکم حرف زدن عملیات شروع شد و ترتیب خاله جان رو هم دادم. باورم نمیشد که ترتیب خاله رو دادم. واقعا برام لذت بخش بود. من عاشق سینه های خاله شادی بودم و برام یک آرزو بود که یه روزی بتونم سینه های خاله شادی رو تو دستام بگیرم و بتونم تو دهنم بذارم. خیلی خوب بود. همیشه تو کفش بودم. این داستان برام مثل یه موفقیت بزرگ محسوب میشد. خلاصه بعدش رفتیم روی تخت و تو بغل هم خوابیدیم. خیلی خسته شده بودم. آخه تو یه روز 2 رابطه داشتم. دست و پام جون نداشت. که یه دفعه با صدای نرگس از خواب بیدار شدم که میگه بس دیگه، صبحانه آماده کردم. دوباره خاله رفت سراغ کاراش و ظهر که برگشت بهم گفت امیر جان بیا زحمت بکش ترتیب منو بده که کلی خستم. دوباره شروع کردیم به عملیات که نرگس در رو باز کرد و گفت پس من چی؟ خاله بهش گفت برو بیرون بابا، نوبت تو هم میشه. نرگس هم گفت نه خیرشم، منم بازی. که ترتیبشون رو جوری دادم که همیشه تشنه امیرعلی بزرگه باشم. بعد از ظهر اون روز برگشتیم تهران و بعد از اون هم با خاله شادی کلی رابطه داشتم، اما دیگه خسته شده بودم. دیگه دنبال چیزای جدید بودم. نمیدونستم چه مرگم شده. منی که تا دیروز در آرزوی خاله شادی بودم امروز ازش سیر شده بودم. خلاصه بعد یه مدت خاله شادی خودش بهم گفت این رابطه باید تموم بشه. مادرت فهمیده و به صلاح هر دومونه که تموم بشه. و من هم قبول کردم و تموم کردیم. یه مدت که رد شد دوباره احساس نیازم به رابطه داشتن شدت گرفته بود. دیوونه شده بودم. حتی به رابطه داشتن با مادر خودم فکر میکردم. نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و بالاخره یه نقشه کشیدم که با مادر خودم هم رابطه داشته باشم. یه روز که از سر کار برگشته بود قرصای خواب آور رو برداشتم و پودرشون کردم و داخل آب پرتقال ریختم و براش بردم و گفتم بفرمایین مادر جان. مامانم گفت چی شده؟ مهربون شدی؟ تو که از این کارا نمی کردی؟ گفتم نه مامان جان، دیدم خسته ای، گفتم برات نوشیدنی سرد بیارم، زود بخور تا گرم نشده. که اونم خورد. چند دقیقه که رد شد گفت چقدر خوابم میاد، خیلی خستم. امیرعلی جان من میرم بخوابم پسرم. 1 ساعت که رد شد رفتم تو اتاقش. صداش زدم، تکونش دادم ولی تخت خواب بود. یکم باش بر رفتم و هر کاری کردم لباساش رو در بیارم نتونستم. یه دفعه یه سوال از خودم پرسیدم. امیر داری چی کار میکنی؟ چی کار کردی که به مادر خودت هم رحم نمی کنی؟
همونجا سریع از اتاق زدم بیرون و رفتم تو اتاق خودم. خیلی ناراحت شدم از این رفتارم. نمیدونم، شاید هم مریض شدم، ولی خیلی خوشحالم که با مادر خودم کاری نکردم، چون نمیدونم بعدش چه اتفاقی میافتاد و هیچ وقت خودم رو نمیبخشیدم. این هم از پایان داستان من. ممنونم ازتون که داستان من رو گوش کردین و امیدوارم من رو خب عزیزای دلم، اینم از داستان امیرعلی و خاله شادیش. خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب کردن چنل ما به ما انرژی بدین تا در داستانهای بعدی پرقدرت‌تر ادامه بدیم. در ضمن اگر خواستین داستانتون رو برای ما بفرستین، میتونین به آیدی تلگرام درد شده در دیسکریپشن کانال پیام بدین. دوستتون داریم خیلی زیاد. خدا نگهدارتون.